خدمت هستیم. امیدوار از سوالایی که طرح میشه بتونیم جواب بگوییم. شما هم جهان سپاس. تشکر بسیار زیاد. تا چه مدت میشه و چگونه و از کجا آغاز نمودین به هنر موسیقی؟ البته در ابتدا زمان موسیقی رو تقریبا 25 سال میشه که موسیقی ما آغاز کردیم. یعنی از دوره مکتب دیگه. بسیار خوب. سنت چند مکتب؟ سنت 12 یا 13 مکتب بودیم که به موسیقی علاقه پیدا کردیم و مدت چند سال ابتدایی رو تقریبا آهنگای عاشقانه میخواندیم که تقریبا در اون زمان هم یک نو پارچه ما بر رادیوی ملی ثبت کرده بودم. بله. باز بعد از این دیگه به اصطلاح خط و سیر ما یا مسیر ما تغییر کرد که ما طرف قوالی خوانی رفتیم. به طرف قوالی خوانی رفتیم. قوالی خوانده نمیکنیم. خب مقصد حال به همون نام دوستان ما رجا تشریف کردن و ما فعلا من نعتهای شریف و قوالی ها رو که ثبت میکنم چون از این مکتب حال خطایرم تغییر شده به این مکتب آمدیم. امیدوار هستم بتونم از این طریق مصدر خدمت با مردم خودم. انشاءالله. در حدود چند پرسه قوالی داریم؟ تا فعلا خواهم مدت 2 سال میشه که ما یک گروه ترتیب کردیم که متشکل از 11 نفر است. یک تیم است یا به اصطلاح منظم با یک نفر منظم. در همین 2 سال 40 پرسه ما تونستیم به تلویزیون تصویری ثبت دزگاه و مجالسی را به تلویزیون تقدیم. این پرسه ها همیش به صورت تو گروپی است؟ لسجنی؟ نه خیر نه یا انفرادی هستن که اونا میتونن قوالی خونده شن و اشعار میتونه که به شکل نعت شریف خونده شن و ما در مجموع مکس خواندیم. بسیار خوب. و همه از اینا در حدود مقدر پرسه ها که گفتیم شده در مجموع 40 پرسه شده. خواهم باز به اصطلاح همراه با قوالی ساز. اما در این محرم شریف که چند روز گذشته طی شد ما یک چند پرسه از ما دوستا خواهش کردن که اگر به ساز بخوانی به خاطر احترام محرم شریف و دوستای ما شاهد بودن که ما از طریق تلویزیون آریانا چند پرسه به ساز تقدیم کردن که از جمله اشعار یاران ما رفتن میدوا محمد آل سر جان ما فدای. تقریبا امروز با این زنده باشیم 14 پرسه تقریبا 54 پرسه شد. نام خدا. در هنر قوالی خوانی کدام شیوه و کدام اساسات باید مراعات شود؟ چه چیزهایی باید استفاده شود؟ کدام شیوه ها در نظر گرفته شود؟ مکتب قوالی چون نظر به دیگر مکتب‌های موسیقی که اختراع شده از طرف علمای موسیقی که غزل است و تمری است و لاید است و آماتور است، محلی است، کلاسیک است. در مکتب ثقیل است. بعض مکتب‌های دیگر به نام 4 رنگ میگن، 4 رنگ موسیقی هندوستان و موسیقی صوفیانه را که به نام قوالی یعنی قول عارفا خوانده میشه، یعنی قول حضرت پروردگار جل جلاله خوانده میشه، نعت شریف بهترین عالم خوانده میشه. این قول انبیا، قول عارفا میگن خوانده میشه و این در اوایل به شکل نعت شریف خوانده میشه ساده. اینه پرزجاتی که به اصطلاح در قوالی ضرور بود و در اوایل نمیرفتن به شکل ابتدایی بود. باز بعد شدن گفتن نه چون کلام سچال باید جذباتی خوانده شود. چرا اما قسمی که خودش خواننده را دوایش میره شنونده را هم دوایش بیان تا شنان جذباتی است. این مرتب شویش نیست که جذباتی است، هم شنونده را در گریه و در جذبات میره هم خود خواننده را بدان. به این خاطر ثقیل آمد که تا من در مصاحبه دیگه خودم گفتم که قوالی و قسمی که در افغانستان ضرور است ما تا فعلا نتونستیم که را عملی کنیم ولی کوشش از این داریم. چرا که حال ما قوالی های هندوستان اگه میشنویم بسیار بلندترش به این است که مثال در افغانستان ما قوالی خانه رو شنیده من نیست تمام شنوندگان شنیدن قوالی فقط به شکل نعت شریف ساده خوانده میشه. نام شما فلانی قوالی میخوانه، اما در قوالی تام میگن که یکی پروژه بسیار مهم کلاسیک است. سرگم میگن که خود پروژه کلاسیک در این مکس شده. آلاغ است که باید هر کسی که شروع میکنه قوالی یا غزل باید در اول آلاغ کنه. مثلا
یکیشو میگیم مال دو سه تا جگر دو سه تا جا باید میشم در مورد هر کدامش بگوییم. مثال شروعات هر آهنگی که باشه ولو لایت باشه ولو غزل باشه شروعات اول هر آهنگ باید باشه. دو میگیم ما سرگم میگیم مثلا ریز اگر یما یادم هده دنی بله مبا یما ریز هری ریزا این باید قولی سر باشه سرگم و این سرگمی که میشه تانش مثلا یا باید استفاده شود و ما خودم شخصا کوشش امیر دارم که اینمی گپاره در آهنگ بگنجارم که تا بتونه یک آدم بگویه که قولی از مکتب اصلیش استفاده شده. چنانچه من همینجا یک آهنگ دارم که ولی مطلعیش میگن میشم بوده بشنیم باشنانده امیر استفاده کردیم که فکر میگونم پارچه چهارم هستم یا میشه مطلعیش بگویی؟ همینجا از حضرت خواجه غریب نواز هم فکر میگونم یک قوالی هستن یک مدت خیلی زیاد است ولی شما ببینید که من کوشش کردیم که کلاسیک و قوالی هم مکس کنم بیان. بسیار خوب. یک مکتب نو است که در افغانستان تو وقتی که قوالی شروع میشه ابتکار خود شما یک ابتکار است ولی من یک الهام گرفتم از هندوستان وقتی که بارسال مکتب بود دیدم که شروعات کردن آرای کینتال که فکر میکنم آردم کلاسیک میخونه در حال که ولی یک آسایی و یک انترک میره بودی و قوالی تبدیل میشه. شما ببینید ما همتی یک آهنگ ثبت کردیم. شنوندگان عزیز برنامه کاروان حاله در این لحظات برنامه میخواهیم پارچه زیبایی از احمد فرید تابش که البته این پارچه می باشد که موسیقی کلاسیک و قوالی با هم مکس شده. البته یک از ابتکاراتشان است. این پارچه را که مطلعش از حضرت خواجه غریب نواز ما هم یک جا میشنویم. شنوندگان عزیز برنامه ادامه داره همراهیتان میخواهیم.
پارچه زیبا را خط شما شنیدیم. با وقت که پارچه بسیار زیبا بود و ابتکار را که دیگه کرده بودیم واقعا قابل قدر است. تشریف میکنیم میگم میخوام کارهای ابتدایی هست. نه بسیار زیبا بود. حالا میخوایم در مورد این پارچه بگوین شعری پارچه است که بود و کمپوز ویدیو که کرده بود و در کجا و چه ثبت کرده بودیم در مورد پارچه چیزی بگوییم؟ شعر دیگه خب مرحوم بابای موسیقی کوی موسیقی استاد بزرگ در یکی از راگها خوانده بود و کمپوز از کمپوزهای خود راگهای کلاسیک می باشند که به اصطلاح استادی را فارسی تیار کرده بود و ما شعر از اونها را گرفتیم در بین قالب از کمپوز هم از خود من نیست از کلاسیک خانه ماست. دیگه ثبت ازید ریاست موسیقی که من همونجا وظیفه موسیقی ما یک دزگاه داریم. بسیار خوب. همونجا خودتان ثبت میکنیم؟ بله دوستای ما هستن همونجا تکنیکر داریم. تنوزای دلاجان شجاع همونجا کسی و ما را در مجموعه ما ثبت میکنیم. بسیار خوب. میشه در مورد هنر قوالی بگوییم که بیشتر از آهنگهای قوالی بیشتر در کدام موارد در کدام مجالس استفاده میشه؟ خب ایره تماما دوستای ما میفهمن که همی که پیشتر گفتیم که اشعار نعتیه عارفانه تصوفی حمد ثنای پروردگار است. این در مجالس های خاص را خود دارد. مثلا در دربار دوستای خدا به زیارت ها مثلا ما در دربار سید جان ملنگی استاد بزرگ هم یا میرفتن بر مجرای آوازخانه هم اون تو جای ها میریم و در بین کابل ما بسیار خانقاه هست که شبای جمعه اونجا برنامه می باشه از شب شروع میشه تا 5 صبح خانقاه غریب نواز کوچه لزاخان که اینا جای مقدسی هست که قوالی در اونجا از زمانهای سابق بوده و تا حال هم مروج است ولی نه از زمانهای سابق نبوده به خاطر ازی که زمانهای سابق وقتی که امیر خسرو صاحب بلخی ما و شما در هندوستان زیست میکردن در دربار حضرت نظام الدین اولیاء اونا در همون عصر زمان مصروف همین اختراعات موسیقی و بخشای قوالی و دیگه راگا بودن. در همون زمان اینا متوجه شدن که مردم همین اشعار عارفانه و صوفیانه را میخوانند اما در چهارراه در بازارها در سرای بام در راه زمزمه میکردن مبارک که جای مشخص نداشت مثل مبارک میخواستن متوجه شدن دیدن که این کلام مقدس است باید در جای مقدس انتقال بیفتن بنابراین این انتقال دادن به خانقاه ها و زیارت های دوستای خدا که تا فعلا در همون تو جای ها خواندن میشن ولی باید هم پیروانی از این راه همون مجالس ها رو در خانه خدا میگیرن مثلا ختم میکنن باز یک ساعت ذکر میکنن حلقه میکنن باز یک قوالی میشنون که ما هم در افغانستان در مجالس کسایی که علاقات برگزار میکنن ما میریم برای مجبوری. بسیار خوب. و بیشتر در قوالی خوانی از کدام آلات موسیقی استفاده میشود؟ من آلات موسیقی خاص دارن؟ بله در زمانهای بسیار سابق که شروع کرده بودن که یک 5-4 آله موسیقی بود که مهمترین از یا آرمینیا بود طبله بود پکاوش میگن یا شکل دول و دوسره از او استفاده میکردن یک چیز را به نام چمته میگن یا براکت میگن که دراز اگر شما دیده باشید زنگ بله دیدیم به نام تاشما نبودیم آلات وجدی است چمته میگن که ما یک شور یک صدا خود قوالی و یک جذبات داره در این نزدیکه ها که میبینیم کیبورد هم راش مکس کردن بینجور آلات موسیقی تکمه واره از استفاده میکنن بسیار آلات موسیقی دیگر که دیش مکس کردن. اگر موافق باشین خسته نشین از سوالات پیهم میخوایم یک پارچه دیگر از شما بشنویم. یک پارچه را ما امیدوار هستیم که به دست نشر دوست کنم که بسیار دوستای ما بسیار دلشان به دنیا بند است وقتی که بشنوند باز میفهمند که دل به دنیا بسته کردن کار خوب نیست. دل در این دنیا ما و دنیای فانی بگذارد موسم پیری درآید شاه جوانی بگذارد. شعر از جناب عارف بزرگ ثنایی صاحب هستند که مزار مبارکشان در غزنی است و ما این کمپوز جور کردیم بسیار مقبول. امیدوار هستم خوش شنوندگان ما بید. حتما شنونده عزیز برنامه کاروان حالا پارچه زیبا را با هر یک جا بشنویم. باپیری هم نفهمیده مبسوط دنیا
دنیای فانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد دنیا مبن دنیای فانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد دنیا مبن دنیای فانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد دنیا مبن دنیای فانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی بگذرد کربلا بسیار باشد ای سنایی صبر کن ای سنایی صبر کن بشر اولاد آدم هرچی آید بگذرد بشر اولاد آدم هرچی آید بگذرد در این دنیا مبن دنیای فانی بگذرد موسم پیری در آید تا جوانی 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 بگذرد
پارچه زیبایی بود که با هم یک جور شنیدیم و میشه که آل فریجان تا به شما در مورد اشعارتان بگوین که زیادتر اشعارت انتخاب میکنین از کدام شعرها؟ در ابتدا از اشعار مختلف ما استفاده میکنم، مثلا از حضرت ابوالمانی بیدرسی رحمت الله علیه زیاد استفاده میکنم، از مکتب واقف سعدی رحمت الله علیه، دیگه از مکتب سفید اشتری رحمت الله علیه و بعدها دیگه نظر به این که خودم علاقه زیاد به اشعار حضرت سفید اشتری رحمت الله علیه پیدا کردم و دوستای من تشویق کردن و این مکتب قایم کردم که تا بالاخره یک القاب را از طرف مکتب اشتری رحمت الله علیه بر من لطف کردن به نام نغمه سرای اشتری بازی القاب برای زیاد تشویق به این کردن که من باید همیشه از این اشعار استفاده کنم و من دیگه محبت زیاد به این مکتب سفید پیدا کردم که امکان داره اگه مثل پارچه خوانده باشیم در تلویزیونات این پارچه از سفید بیشترش ولی از سفیدش قریب بله و در مجالس ها که میریم دیگه اضافتر از حضرت ابوالمانی بیدرسی بود علاقه دارم و خشم میخوانم. بسیار خوب. شما بیشتر از مجالس و از این برنامه های خاصتان گفتین و در اینجا قسمه که اگر اشتباه نکنم ما دیدیم و گاگوی از طریق تلویزیون هم مجالس یا را دیدیم این پارچه ها را یک لباس و یک یونیفرم خاص داریم بله؟ بله بله و این لباس و یونیفرم بر شما کدام مرجع تهیه کرده خودتان و این لباس یایتان چه قسم می باشه در مورد میشه بر ما معلومات بدید. از وقتی که ما این تیم قوالی جلوت این تیم به نام نغمه سرای اشتری ترتیب کردیم در ریاست موسیقی مسئولیت همین مشق تمرین و یپای خود می باشیم از طرف مقامات مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ یک نوازپرسانی از ما تا فعلا نشده که شما چی میکنین، شما این لباس ها از کجا میگنین، شما مصروف چی اگر هستین. ما کمک آزرده به می هستیم که ما خود ما در همین مکتب در همین وزارت تنظیم هستیم ولی متاسفانه تا امروز از ما کس پرسان نکردن ولی با هم از دوستای خود ما تشکری میگوییم از کسایی که در چهار اطراف ما هستیم ما رو تشویق میکنن. مثال از یکی از دوستای خود رو میگیریم که اونا در لندن زندگی میکنن وقتی که آموزای ما رو در همونجا شنیدن با ما معرفت هم نداشتن ولی بیچاره لطف میکنن برای ما مدت 1.5 سال میشه که هر سه ما باز یک یونیفرم برای ما مجهز 11 لباس که گروه ما تیم ما برای ما رایی میکنن دیگه تشویق‌های دیگه هم میکنن که شما باید هر وقت برنامه اجرا میکنین لباستان باید تکرار نباشه. این دوستای ما لطف هم میکنن ولی از مقامات ما تا فعلا خیلی کدام تشویق نشدیم. امیدوار هستیم به ارتباط توجه آرزو داریم بله که مقامات دیگر سر توجه کنه و استعدادهای مثل شما و دیگر جوانهای کشور ما که در سی قوالی پا گذاشتن و زحمت میکشن مثل شما باید اینا بدون قدر و نادیده گذاشته نشد. امیدوار هستیم انشاءالله. خب میخوایم از شما پرسان کنم میده که آیا با کدام فستیوال هم از کشورهای اسلامی تا حال شما اشتراک کردین دعوت شدین و دستاوردهای از اون کشورها داشتین؟ در این 2.5 سال که ما این تیم ساختیم 2 بار از طرف سفارت پاکستان سفارت افغانستان در مضمون مشترک افغانستان یک گروه قولی بر یک فستیوال به نام فستیوال رفیع پیر که در اسلام آباد پاکستان دایر شده بود و چندین ولایات هم در بر داشت لاهور بود و اسلام آباد بود و ملتان بود. ما اولین بار در اونجا اشتراک کردیم باز سال بعدی هم از ما در این مکتوب دعوت کردن که ما 2 بار در فستیوال اشتراک کردیم که سال اول یک سمبول رایج شدیم به نام فستیوال رفیع پیر برای ما لطف کردن و سال دوم که تیم ما مکمل بود ما اونا رو پیش کردیم بسیار از ما استقبال کردن و یک بار هم به هندوستان ما دعوت شدید؟ داشتیم بله. و هم کدام فستیوال بود؟ نه خیلی فستیوال نبود و مقصد به همین اجمیر شریف
بسیار خوب. دیگه نظام الدین اولیا رفته بودیم اونجا، در باری که همجا قوالی میشد ما با اونجا سفرهای داشتیم و در افغانستان هم ما در بنیاد تنظیم هستیم به نام بنیاد خیلی مولانا جلال الدین محمد بلخی. ما مدت 2 سال میشه در اونجا تنظیم هستم و یک تقدیرنامه بسیار مقبول از طرف رئیسشان که به نام ورزای سه بگه شما نامشون شنیده باشین، برنامه های سول کلید اونا کسی اولیای کرام میکنن، اونا رئیس بنیاد ما هستن که در رفت از اونا بسیار مردم های صوفی هستن، عارفه هستن. یک تقدیرنامه از اونا به دست آوردیم و در همین کنسرت های همین نزدیکی ها که مدت یک 3 ماه میشه ما در پانتون دنیا که یک کلان پانتون مزن یک جندال در رفت از اونا میباشه از ما دعوت کردن و بسیار یک ایوارد مقبول امرا با یک تقدیرنامه بر ما لطف کردن و همچنان آهنگای ما را به خاطر کاندید به تلویزیون عالم انتقال دادن که یک تلویزیونشان در اونجاست و او را بر رایگیری و آهنگ ما را بودن. اگه شما دیده باشین در این نزدیکا به نام دامار بوریا و آهنگ خواندیم که ما آهنگ ما بر فعلا رفته برای کاندید یا تقدیرنامه یا انشاءالله میروان خداوند میروان بخیر بازای کرم برنامه تصویری بود انشاءالله خواهد آورده زیاده فتمن و موفقیت های مزید در این عرصه برتون خواهان هستیم و میخوایم از شما بشنوم که در این عرصه البته که قدر نام خدا پیش رفتین و موفق بودین و این داره به بسیار زحمت و سعی تلاشتون پیمودین که شما را در ابتدا کمک و امروهی کرده، یعنی کی راهنمایتون بوده که تا حال نام خدا به این پایه‌های بلند موسیقی رسیدید؟ تا یک مدت زمان ما اخل سر به اصطلاح شما یک روان بودیم گل خودروی. باز بعدها متوجه شدیم که فرموده عارفای دوستای خدا که هر کی شاگردی کند استاد گردد عاقبت، هر کی استادی کند ناکام گردد تا ابد. باز ما دیدیم که موسیقی بسیار مشکل را به راهنما نمیشه، به تشویق نمیشه. باز ما پای شاگردی را نظر به اخلاص که ما بر استاد بزرگ داشتم بابای موسیقی کوی موسیقی فرانسه به خداوند وریک رحمت کنه که یکی از نابغه‌های جهان موسیقی است. ما اخلاص بر از اونا داشتم، همیشه اونا را کسایشون رو میشنیدم. باز ما پسر بزرگشان استاد الطاف حسین که فعلا در تورنتو زندگی میکنن اینا در اینجا تشریف آوردن و من اما گور خدا یا سمت شاگردی خدا با پای اونا ماندم و اونا مرا تشریف کردن که تا فعلا هم ما افتخار میکنیم که ما چنین استاد دارم و اشعار استاد ما بسیار علاقه مندی خودم میخوانم و اونا هم زیاد مرا تشریف کردن. شنونده‌های عزیز، قسمی که میفهمین در استودیو رادیو ملی مهمان عزیز ما احمد فرید تابش هستن از قوالی خانه خوب کشور با ما هستن. البته سوالای ما ادامه داره، برنامه را تا اخیر با ما تعقیب کنیم. و حالا میخوایم در این بخش برنامه تابش از شما بشنوم که در مورد یا آهنگتان که البته من شنیدیم شعر بسیار زیبایی داره، عمر خیال بستم یار آشنایی اطرابل. میخوایم در مورد از این کم معلومات بدی و در موافق باشه این پارچه زیبا را با هم یک جا بشنویم. بله، شعر از این از جناب صوفی سید از خیلی رحمت الله علیه کمپوز دیگه کافی هست. تا قسمتگاهی که کورس ما همراهی کردن امیدوار هستم خوش دوستان ما برندن کافی. حتما شنونده عزیز با هم یک جا این پارچه زیبا را بشنویم. Jai
خب تابستان پارچه را شنیدیم، با واقعیت پارچه بسیار زیبا بود و بسیار زیبا سروده شده بود. پروژه بسیار مقبول بود بله. و البته قسمی که شما میفهمین خود موسیقی تبارز احساسات درونی از شخص است بله؟ و همون احساسات خود میشه به وسیله همون صدا و آواز که بیرون میکنه میشه تبارز به تبارز ظاهر کنه. و بعضی از هنرمندای ما هست که با تقلید آواز از کسی میخواین که ادا کنن و بخونن یک آهنگ. شما در مورد این تقلید آواز و صدا چی نظر دارید؟ اصلا من تقلید خوب به نظر من یک گل بسیار بیهوده است، به خاطر ازی که مثال یک آوازخوان نامش احمد است، همون صدای احمد برای مردم انعکاس میده که من احمد هستم اینی آواز است. و اگر این تقلید میکنه از شخص دیگه مثال از احمد ظاهر یا دوستان ناشناس، این او احساسات که مثال استاد ناشناس داره یا احمد ظاهر داره، این نمیتونه تبارز بده بر مردم. به هیچ وجه بله. چرا در موسیقی میگه نسوزم تا نسوزانم دیگری رو. خود انسان هر قدر درد در وجودش باشه همون درد خود به مردم اظهار میکنه، تبارز میده احساسات خود. و این که هر شعر خوانده میشه باید روی یک احساسات خوانده شود، روی یک شوق و علاقه زیاد به تفاوت نه ای که به تفاوت انسان رو بخوانه نه خودش خوشش میره نه مردم. دیگه من راضی به تقلید زیاد گپ نمیزنم، کوشش کنن هر دوست ما که اگر تقلید آن کردن پس خط سیر رو تغییر بتن، کوشش کنن که آواز خود بکشن. چرا عارف میفرماید که شرف مرد به تقلید نگردد بلند، مختاری شد که دیگر هازی که تقلید کنن. بله بسیار بجا بسیار زیبا فرموده. واقعا باید انسان هر آنچه که داره از خود داشته باشه. بله که اگر دیگر هازی تقلید کنن که بگوین که راستی یک مختاری بود ما علمی خوش ما میگه تقلید کنیم، ولی تقلید در مجموع با فکر مفهوم که اظهار کردیم خوب گپ نیست، نباید تقلید. بله. و البته قسمی که چند قبل ما هم شاهدی موضوع بودیم از طریق رسانه خود تلویزیون ملی، یک برنامه بود که دمی تالار تلویزیون ملی هم بله میشه بود. بله و شما دیگه برنامه البته از چند کشور دیگر هم دعوت شده بود و گروپ شما هم بود. میشه که بگوین در برنامه چی دستاوردی داشتیم؟ دستاورد ما خواهم جناب وزیر صدایی مجلس هم تشریف داشتن و دیگه مقامات و مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسئله یک سیمینار به نام سیمینار کشتی بین‌المللی در افغانستان دایر میشن. تقریبا یادم میاد که من سوم بار است در این فستیوال اشتراک کردیم. سال اولش هم یادم است که در هتل سیرینا هتل بود که در اونجا بسیار هندوستان، پاکستان، ایران، عربستان، فرانسه این مملکتان اشتراک کرده بودن و ما هم اینجا اشتراک کرده بودیم. سال دومش یادم از دمتر کانتیننتال بود که اونجا هم ما اشتراک داشتیم و سال دفعه سهمش اینمی در خود تالار تلویزیون ملی بود که مقامات و مسئولین هم بودن، مملکای خارج هم بودن و از داخل تمام ولایات ما نتیه و صوفیانیشان بودن که ما در اونجا یک دستگل از طرف وزیر اطلاعات فرهنگ برای ما لطف کرد همراه با 9 تحسین نامه که هر تحسین نامی من با یک ما معاش و 2 معاش هم همراه بود دیگه از طرف جناب وزیر برای ما لطف کرد. بسیار خوب. موفقیت های مزید در عرصه موسیقی قوالی خوانی بر شما و گروپ موسیقی شما خواهان هستید. تا بسیار قسمت که میفهمیم در پلویی که شما مصروف آوازخوانی در قسمت قوالی خوانی هستید، شما مدیر آموزش موسیقی هم هستید. آیا این صدر و مانع بر شما ایجاد نمیکنه و سختگی در کارهای آوازخوانی و موسیقی بر شما نمیاره؟ نه، تیم خود تیار کرده بودیم، بسیار ابتدایی بود. اینقدر مردم از ما تقاضا نداشتن، اون شناخت نبود که اینها یک تیم هستن. کارهای ما کمتر بود. من مدت 7 سال در آموزش موسیقی خودم درس کلاسیک برای اولاد از وطن خودم درس میدادم، یعنی به صفت معلم، با وجودی که وظیفه مدیریت بود ولی به صفت معلم هم تدریس کردم که بعضی تدریس های ماستریک تلویزیون و رسانه هم نمایش گذاشته شد
و در این سالی که گذشت این کارهای ما بسیار به حد و اندازه زیاد شد و من رهبر گروپ هم هستم. یعنی ما باید به تمام تیم خود ما اما مواد را برسانم. مثال مسئول تمرین جپای من که کم حوصله شدم با فعلا کورس‌ها را واگذار شدیم به یکی از هنرمندای دیگه ما دیگه. فعلا خودم مسئول شب روز مسئول همین اشعار و مسئول همین چیزای نو هستم دیگه که باید تقاضای دوستان زیاد چیزای نو هست، باید چیزای نوتر بگیریم. بسیار خوب. از کارها و چیزهای نو که روی دست دارین یاد کردین، چی کارها و چی آهنگا و چی پارچه های روی دست دارین؟ در این نزدیکی ها به ذهنم گشته که من باید یک چند پارچه هایی که استاد مرحوم بابای موسیقی استاد بزرگ ما در امو عصر زمان سروده بودن تصویری نبودن. من یک تصمیم دارم که بخیر امو آهنگا را بتانم ثبت کنم و اونا را تصویری بسازم. استاد بزرگ زیاد علاقمند داره. خیر است مثال اگر من او قسمی که استاد خوانده برای مردم تقدیم کرده شاید من نتانم، من نمیتانم، ولی که یاد از استاد خود میکنم. بسیار خوب. قابل قدر است که از استاد یاد میکنید. استاد راستی هنرمندی هست به یاد ماندگار و هنرمندی است قابل قدر و باید همیشه ما قدر و پاس استادها را داشته باشیم. یادشان باید همیشه گرامی باشه. یادان باشه. خب تا بسید شما که جمله قولی خانه خوب کشور ما هستین، ماشاءالله آهنگای بسیار خوب هم داشتین تا اکنون شنیدین و میخوایم بشنم از شما که از قوالی خانه خود کشور ما از کیها زیادتر خوشتون میاد که بشنوید؟ من خب همیشه از استاد بزرگ زیاد میشنم، کسیتایشان رو دارم، قوالیایشان رو خواندن دارم. دفعه زیباز که قوالی میشنم اضافه تر از نصرت فقیر خان زیاد میشنم و همچنان به نام فیض علی فیض یک کسی هست که اگه شما شاید باشیم در لیست استقلال پارسال آمده بودن. میگم ماشاءالله اونا بسیار قوالی خان بسیار قوی و معروف است. اونا رو زیاد میشنم. در مجموع از قوالی خانا از هندوستان هر کس که باشه زیاد میشنم به خاطر که تا بتونم چیزی از اونا استفاده کنم. و در افغانستان دیگه قوالی خانای ما هستن که با نامشان کسی آشنا هستن. رحیم جان غفاری هستن، احمد شامس هستن که اونها بسیار خوب میخوانن با گروپ خود. بگن آوازخانه قوالی چون زیاد داریم ولی منظم تا فعلا من دو گروپ هم میبینم. بسیار خوب. و زیادتر پارچه های از اینا هم میشنویم؟ گاهی که نشر میشن میشنویم. شما پیام و گفتنیتون برای نسل جوان چی است؟ کسایی که تازه میخواین پا برسی موسیقی بانن گفتنیتون چی است؟ بله یک گپ بسیار مهم است که هر جوان ما که آرزو و علاقه به موسیقی دارن یا پیدا کردن کوشش کنن که اگر میخواین آهنگایشان پایدار و جاودان بانه و همیشه نشر شود، یعنی دارشی ذخیره نشه و مصرفی که سرش میشه بیفایده و بیوده نره، کوشش کنن که به کورس‌های موسیقی پناه ببرن و به استادایی که اخلاص دارن خودشان بر استادی که اخلاص دارن پیشمونا برن پای شاگردی را بانن و موسیقی را علما آغاز کنن. شوق هست ولیکن در پای شوق باید علم باشه. چرا هر چیزی اگر شما سعی یک کسی که صحبترانی میکنه اگر در ذخیره هم مغزشان یا ذهنشان چیزی نداشته باشن اونا نمیتونن گپ بزنن. موسیقی هم اگر علمش باشه انسان میتونه رو به عمل کنه. دیگه کوشش کنن جوانای ما که موسیقی را علما بیاموزن، از استاد بیاموزن، زحمت بکشن، تکلیف بکشن، در 1 سال، 5 سال، 4 سال مایوس نشن.